مدینه صدیقزاده قهرمان نواری که از جانب خوشنامانش ثبت شده بود حالا بیشتر از یک هفته باز حیات دیگرگونه دارد. وی میگوید از روزهای اولی خانه‌داری‌اش پیوسته زیر تنقید و سرزنش خوشنامانش قرار می‌گرفت. اما به خاطر طفلش طول یک سال با امید زندگی بهتر صبر و طاقت کرده بود. اکنون کاسه صبرش لبریز شد و وی نمی‌خواهد دیگر با آنها زندگی کند. برای آن که من خودم به زندگی خودم آینده خودم و میکنم میسازم و آینده خودی فرزندم کلان کرده به وای رسانده میخواهم که به مثل من نشود و زندگیش آرام و آسوده شود. مدینه میگوید نوار با اشتراک او و خوشنامانش بعد یک ماه خانه‌دار شویش تقریباً یک سال پیش ثبت شده است. سبب نواری که مدینه را برای نان خوردنش خوشنامان ثبت کرده است چنین بوده است. وقتی که من گرسنه شدم دسترخوان میانداختم خوشنامان ما میگفتن که نون همه افغان خور بلا خور زهر خور میگفتن. من همون وقت میترسیدم و بعد گرسنه شدم 8 روز نون نخورده سانه همون گرفته خودم. میگیرد و بعد فوت او به خانه مادراندر می رود. از خانه مادراندر به شوهر برآمده است. پس از پهن نوارها حالا او با طفل 4 ماهش به خانه عمه‌اش آمده است. چند آدم کن بعد میکرد بعد این نوار دیدن میبینم ما گفتیم گفت ما کن چخیر مثل تا دخترم خود خواهر خودم بوده مثل ما کلام نمیکردیم من باید وای نبود مثل دیگه خول با هایان خولا بچه‌ها میانو مثل ما وای کردم گفتم ببینیم هیچ جا نمیره. این تصمیم مدینه در حالی است که کمیته کار با زنان در تاجیکستان با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشنامه‌ای را که در نوار برای بریده نان عروس را استنطاق میکرد دیدند. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشنامه را معین کردند اما تفصیلات ندادند. مقامات انتظامی نیز بعد پهن نوار خوشنامه را جریمه بست. خانواده شوهر مدینه صدیقزاده در اینجا محله مومن‌آباد جماعت چارکو زندگی میکنند. ما به خانه آنها رفتیم و از مادر خانواده عاید ثبت نوار و مناسبت با عروس را پرسیدیم. ولی آنها راضی نشدند در نزد دوربین با ما صحبت کنند و شرح آن نوار را گویند. حالا مدینه میخواهد بعد کلانتر شدن کودکش در یگان جا به کار ایستد و زندگیش را مستقلانه پیش برد. مقامات محلی هم میگویند از قضیه این عائله از نزدیک شناس هستند و برای دستگیری آنها یک گروه کاری تأسیس دادند. چنین حاضر پیشه که گفته نمیتونیم لیکن نتیجه چنین شده ایستاده است که عائله وای میشد با از دیگر برقرار میشه. رسوی نزدیک ما کوشش میکنیم که اما عائله با در یک گویم کلبه زندگی به سر برن. واکنش کمیته کار با زنان و مقامات محلی به قضیه کلین و خوشنامه در حالی است که بحث‌ها در اطراف آن 2 هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کار نمی‌کند. برخی از آنها خواهان کمک به عروس و پیشگیری ظلم و ستم در خانواده هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.